خوش اومدید به ویدیو من نارنیکا هستم. امروز اومدیم با معرفی 4 تا از کتاب هایی که من خوندمشون و خیلی خوشم اومده و میخواستم امروز به شما معرفیشون کنم. پس قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره. بریم سراغ این ویدیو. اولین کتابی که میخوام معرفی کنم، کدوم معرفی کنم؟ اول اینو معرفی میکنم، آلیس در سرزمین عجایب، که خیلی باحاله و فیلمش هم هست که میتونید برید فیلمش هم ببینید. خودم بخوام راستشو بگم فیلمشو من خودم دوست داشتم، یعنی کتابش هم خیلی باحال. توی فیلمش بعضی سکانساش نیست ولی توی کتابش همه سکانساش هست که بعضیاش توی فیلم هم حتی حذف شده ولی بعضی چیزای اضافی هم هست داخلش هست و اینکه خلاصه که خیلی خیلی باحاله. و همونطور که گفتم آلیس در سرزمین عجایب، نویسندش هم لوئیس کاروله اگه اشتباه نکنم، ببخشید اگه اشتباه کردم. و ماجرای آلیس در سرزمین عجایب نام کتابی است که لوئیس کارول در سال 1875 منتشر کرده. داستان خیالی سفر دختری به نام آلیس را تعریف می‌کند که به دنبال خرگوشی سفید میره و میره که اون خرگوشه میره به سمتی سوراخی در زمین و در اونجا آلیس هم میره دنبالش و در اونجا ماجرای عجیبی روبرو میشه. آره دیگه خلاصه که میره داخل دنبال اون خرگوشه و اینکه اتفاقات عجیبی میفته، میره داخل یه سرزمین دیگه که این کتاب اولشه. من کتاب دومشو نگرفتم، یعنی 2 تا قسمته. من فقط کتاب قسمت اولشو دارم که خیلی باله، حتما برید تهیه کنید و برید ببینید. خب بریم واسه کتاب بعدی. کتاب بعدی چیزی نیست جز هدیه ها. من این کتاب رو وقتی که داشتیم اعصاب کشی میکردیم پیدا کردم و برش داشتم و گفتم که بخونمش و خیلی کتاب باحالیه. آره، راجبه یه مردی، یعنی یه پسر بچه که یه همسایه‌شون فکر کنم اگه اشتباه نکنم میره و نمیدونم با بزرگیش بوده همسایه‌ش بوده نمیدونم دقیق، ولی میره و با اون دوست میشه و در مورد اون پیرمرده در مورد هدیه حال صحبت میکنه و میگه که تو باید هدیه حال رو کشف کنی و یه زمانی هدیه حال رو به دست میآوری. و اینکه من تا آخرش رو نخوندم، تا یه جایش رو خوندم ولی تا اون جایی هم که خوندمش خیلی قشنگ بود و توصیه میکنم حتما برید بخونینش چون خیلی باحال بود. و اینکه دیگه کتاب بعدی اینه، 4 اثر از فرولانس، نمیدونم اسمشو سخته. اینم من از این کتاب مامانم بود و من کنجکاو شدم و رفتم خوندمش که اینم باحاله. اینم تا یه جایی خوندم، یعنی تا صفحه 23 خوندم، میدونم خیلی کم خوندم ولی تا اونجایی که خوندمش خیلی باحال، بیشتر انگیزشیه و آره اینم حتما ببینید. اسمش هم که 4 اثر از فرولانس اسکاولشین، مترجم سمانه فرا. خب اینا مهم نیست. و اینکه این چاپ 4مشه و اینکه آره دیگه خلاصه اینم خیلی باحاله، اینم برید.
و حالا آخرین کتابی که میخوام معرفی کنم یک سورپرایز واسه خودم، البته آرزوی برعکس میاد توی ویدیو، ولی خب آرزوهایی برای آرنیکا. کتاب منه. آره کتاب من. و اینکه آره این عکسمه اینجا، در مورد رویاهای منه که خیلی خیلی دوستش دارم و حالت شعری ماننده، خیلی هم قشنگه. من و اینکه این کتاب منه، یعنی خودم درستش کردم. ولی اگر شما هم که دوست دارید کتاب خودتون رو داشته باشید، میتونید که برید و سایت داستان من کتاب خودتون رو درست کنید. یعنی من از این سایت رفتم و علایقم رو توش دادم و کتابم رو گرفتم و این کتاب خودم هست الان، آرزوهای برای آرنیکا. و شما هم میتونید برید خلاصه کتاب خودتون رو بگیرید. ممنونم که تا اینجا ویدیو من دیدید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.